بر حانیت بندگانی که از اولاد و اجداد برادر ما حاجی علاءالدین گذشتند، خدا همه رحمت و مغفرت بگردانه و الله مهربان در این خاندان فیض و برکات نازل کنه، آفت و بلاها را دور بگردانه، مرادها و مطلبها و مقصودهای نیکی که دارند خدای مهربان با فضل و کرمت حاصل بگردانه. عزیزای خدا میگفتن به خبرها در فریب عشرت امروزه اند، با خبرها روز و شب انجام فردا میکنند. الله مهربان ما را از زمره همون کسانی گردان که فهمی داشته باشیم که از اینجا برای خودمان یک برداشت، یک توشه، یک ذخیره داشته باشیم که راحت خانه آخرتمان و راحت خانه قبرمان باشد. خداوند باز هم میل های ما را، محبت های ما را، اخلاص های ما و شما را به سوی دین خدا زیاد بگرداند. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار یا ارحم الراحمین. الله مهربان همتون را حفظ کنه. خداوند نگهبان تو باشد. در زیر آیتی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، نه سوره عبسه همودا کشتی آمد در دریا شکست، تخته ایزان کشتی بر بالا نشست. مثال میزنه که همین روز قیامت چه روزه. مثال میزنه که کشتی آمد در دریا شکست، تخته ایزان کشتی بر بالا نشست. گربه و موش بر آن تخته بماند، کارشان با یکدیگر پخته بماند. نیزی گربه موش را راهی گریز، نیزی گربه موش را چنگالی تیز. هر دوشان از حول دریای عجب، در تحیر خشک مانده باز لب. حضرت یک مثال زد، میگه رنگ مثال چیه می؟ یک کشتی آمد در دریا شکست، یک تختهکش بر بالا نشست، یک طرفکش گربه و موش برای تخته بماند، ای طرفه که تختهکش گربه، ای طرفکش موش. اینا اگه هر دو آدمایی بودن یا بگیم مخلوقایی بودن که در دنیا یا ساز نمیگیرن کافی. بعد میگه بین نیزی گربه موش را راهی گریز، نیزی موش اون گربه رو چنگالی تیز. نه موش ای گربه میگریزه، نه گربه هجوم میکنه در موش. هر دوشون از حول دریای عجب، در تحیر باز مونده خوشکلب. میگه هر دوش میگه دایه اندیشن، ای همی دریا صحت و سلامت به ساحل میبرویم یا نمیبرویم؟ در فکری هم میگه در فکری با یک دیگر تهاجم و یک دیگر قطعی مقصد همون کاری در حال دنیا و تینجی داشتن، اینا ای ذهنشون میگه دور. ای فقط مقصد هر شخص ای همی دریا میابیم یا نمیابیم. علمین معنای میگه همین قیامت میگه علمی است، میگه که هر کس در اندیشه خود چه، هر کس که آیا من مقصد صحت و سلامت میبرم یا نمیبرم. برای همینه برادرای عزیز که این قدر همون پیامبر نازنین برای چی گفت که شیبت نگفت هود و اخواتها. بین میگه موی سری مرا، میگه موی سری مرا همون اولی اصحابش حضرت انس میاره میگه که جمع میگه در ریش و در سری پیامبر تا 20 دانه میگه سفید بود. بعضیش 17 میگن، بعضی 18 میگن. اگه حضرت تو حساب میکردن میگه همین آخرش میگه تا 20 دانه بود. میگه همین پیامبر میگه پرسیدن حضرت ریشاکت قطعی سر سفید چید است؟ گفت سفیدی اینا از حساب سوره هود های.
و اخواتها و برادرای سوره هود. بین یعنی در سوره هود و در این سوره همین عبسه بینین در همین سوره ها مقصد گپ درباره قیامتش، گپ در سر قیامت که می رود، حول قیامت که می رود، مشکلات قیامت که می رود، گفت موی سر مرا گفت و تارهای ریش مرا همین سوره ها سفید کردن. اکه برادرای عزیز، وقتی یک پیامبر نازنینی که الله مهربان حتی نمیگذاشت که یک قطره که آبش چشمش در زمین بافته، ببینید چقدر یک محبوبیتی خاص نزد الله داشت. وقتی این جناب اندیشه قیامت کنه، این جناب تشویشی در قیامت داشته باشه، آیا ما حقی مثال ایره نداریم که ما باید اندیشه کنیم، ما باید در فکر قیامت ما باشیم، ما باید که مثال ها ما باید توی قرآن داریم بگد انا فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوا فان الجنة هی المأوا. این الله مهربان چی میگه؟ میگه فان الجنة هی المأوا. این خبر که خبر چیه؟ باششگاهی نفری که دو اندیشه را در سرش دایم نگاه می داشت آیندهش جنت هست. بین این چی اندیشه ای؟ این چی فکر ای؟ این چی خیال ای؟ میگه یکم خاف مقام ربیهی، همیشه در دلش ترس الله را، در قلبش در ذهنش قلب الله را همیشه و همیشه نگاه می داشت، ترس از الله داشت که یعنی معنی چی بگیم؟ همیشه ترس می ترسید. ای چی می ترسید؟ این انجام کاری ما چی میشه باشه؟ آیا خداوند بگیم بایتری اصطلاحی بگیم پیرگواری ما را چخیل میخوانده باشه؟ ما چیکار میکنیم؟ چی میشه؟ میگه از همین چیز دویم مثال دویم همین ترس با خود داشت. یا اندیشه که روز قیامت خدا این وعد الله حق گفتگی، شما میگه چیزی را که من گفتم همش حقه. چی گفته الله؟ گفته از جان تمه گیرم، جان تمه گیرم. گفته از خانه قبر در زندت میکنم، زندت میکنم. گفت میپرسم در همونجا میپرسم. روز قیامت گفت باز بار دیگه از قبر بیرون تا میکنم. نامه اعمال میخونین، نامه اعمال میخونین. گذشتن پول صراط دارید. وعده هایی که الله داده است همه اینا حق هم برادرها. از همینایی که من گفتم یک تاش اگر نفره منکر شود کافر می شود. منکر شود که بله همین سوال خانه قبر نیست بگه نعوذ بالله، همین را منکر کافر میشه. نامه اعمالش چیه؟ ترازوی اعمالش چیه؟ اینا دا برادرای عزیز انسان کافر میشه. یا وعده های الله در قرآن هم که با اینها شما روبرو میشید. برای همین برادرای عزیز و گرامی وعده هاش که حق باشه، ما البته در قیامت هم در میدان هم یا با همون نامه های اعمالی که مثال سفارشی بر خواندنش می شود ما حتما و حتما روبرو میشیم. از امیلیات یکم چیزی که ما را میگه خبری آیت گفت که داخل جنت میشین، نشستگاهتون جنت میشه، همون چی بوده؟ یکم علمی ترس خدا، ترس خدا برادر عزیز. دویمش گفت و نهى النفس عن الهوا. هر کسی که اگر
مطابق خواهشات نفسش زندگی نکنه یا همیشه پیروی از خواهشات نفسش نکنه. زیرا الله مهربان که بسیار ذات مبارک، ذات بسیار به بندش ترحم و محبت که داره، میگه این نفس لامارة بالسوء، نفس بدخواه شما های، نفس بدخواه های. وقتی بدخواه که باشه باید ما پیروی ای نفس نکنیم، پیروی ای نفس نکنیم. الله گفت کسی پیروی ای نفس نمیکنه، اینها دا چی آمد خبرش؟ یعنی دو چیز کسی داره. الله گفت که فإن الجنة هی المأوى، باششگاه جنت های. این معنای برادر عزیز آیت و معنای بگیم همون قیامت و همین چیزا هم همینه. لیکن سوالی که برادر ما کرد که حضرت ابراهیم بجز ابراهیم همه اریان است، راستی من یک دیدم همین چیزا در کتاب وا خوردم، خارجان وا خورده، من وا خوردم همونجا دو علت میارم. اگه تو چی اندازه صحیحیت داره من این راستی دیدم. میگه یکم همین که حضرت ابراهیم بیشتر میگه بیشتر همین آدمایی که بسیار محتاج به لباس بودن اونها رو میگه ای لباس تامین میکرد. میگه یکم چیزش میگه همینه هست. این خبر آمده دیگه تو چی اندازه که صحیحیت شد حاضر من اثبات کردن نمیتونم، ولی دیدم در کتاب. میگه بیشتر میگه مردم اوریان همه مراجعت به ابراهیم میکرد. یک میگه. دویمش میگه این بود که ابراهیم وقتی در آتش میپرتفتن اوریان پرتفتنش. اوریان که میگه در همون آتش نمرود آخی آتش افروخت کو، این هم قرآن خبر میده کو. الله مهربان گو یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. مثال همون آتش امر کرد که ابراهیم که آمد قبولش که پذیرایش که مقصد مهمانی تای خب خنک شو و سلامت نگهش بدار، یگان زیان و زلال مقصد بر بالوش نیفته. این قدرت های الهیه یک با الله که تکیه کردی همین خیلی حفظت میکنه. همون که میگه که دویم میگه همین چیزش همین بود که ابراهیم میگه آریان میگه به آتش که پرتفته شید روز قیامت به همین خاطر اینا صاحب لباس میکنن. همین دو چیزا من در کتاب خوردم دیدم مکه میگه به لباس مقصد بلند میشه ابراهیم. بعد مقام ابراهیم و منزلت ابراهیم هم نزد الله بسیار مرتبه کلان داره. این کسا مقصد الله مهربان همچون خلیلی خودش خوندگی سالم در ملت که در ملت که بهترین دلیل شوری ممکن همین باشده.